بعضی کسا را در لعب و ساتیری مصروف کردن. مثلا شما سعی کنید معقولیت ازیره. پاکستان 30 سال کرکت کرده، هندوستان هم 40 سال است کرکت کردن، افغانستان 1 سال 2 سال میشه کرکت کردن. اینی که 2 سال کرکت کرده او 30 ساله را میبره. از دیگه اقلیم یک نفر 30 سال کار کرده باشه، این سپورت تکواندو بوکس و تراک است که اگه یک نفر 30 سال کار کرده باشه و دیگه 2 سال کار کرده باشه تا بوکس زدانش میدن که پوز شوتر میبرن. اما در کرکت بازی ها میبره به خاطر از این بازی جایزه های زیاد هم میمانه. چرا که همین نماز و روزه و چون کل چیز که هست دیگه دست کلگی یک دانه چوبک توپ دنده است، یک وقت توپ دنده میگن نام از رو ماندن کرکت. اون که تو زنم کردن میرم تمام روز دیگه مصروف است. فوتبال هم که از حسابش معلوم نیست. اگه چانسکی اگه کدام گل خورد از هر کس که خورد دیگه تو حساب فوتبالر 40 ساله و 50 ساله نداره. اگه دفعه ببینی که یک اشتکک زرد میزنه و مردک فکرش نمیشه گل خورد. کلش چانسکی هست. در این شهوات بسیار مردم به اندازه مصروف کردن. چرا مصروف کردن؟ سر از این پیسه زیاد میمونه. یک کتاب است برای پروتکلات حکمای صهیون. این کتاب بخونید، بسیار کتاب چیز است. این کتاب صهیونیست‌ها جور کرده بودن، بازی کتاب خود کرده بودن، باز یک زن روسی را دوزی میکنن، باز می سر یک عرب $1,00,000 را میفروشن. بازی رو ترجمه کردن آل اینترنت فارسی عربی هر قسمش است به نام پروتکلات حکمای صهیون. این صهیونیست‌ها گفته به خاطر از اینکه مسلمان‌ها را تحت قبضه خود داشته باشیم، تحت استعمار خود داشته باشیم، باید چی بکنیم؟ یا را ذهنشان را به این شکل مصروف کنیم. از این خاطر بسیار جوانا را سپورت خوب چیز است. سپورت سنت است. بسیاری سپورت سیاحت و سباحه، علموا ابناءکم السباحه و الرمایه و رکوب الخیل. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خوب سپورت که است اسب سواری است. یاد بگیر اسب سواری را، یاد بگیر فایت کردن، تیر زدن، یاد بگیر اتم زدن، یاد بگیر آب بازی را. این سپورت هایی است که به صحتت خوب است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید سپورت بکنیم. سپورت هایی که به بدن ما منفعت دارن. لکن بعد سپورت هایی است که مردم او سپورت نمیکنه، وقت خود در دیدن از او مصروف میکنه. یک نفر رو ببینید که ناکام شده، بگی چرا ناکام شدی؟ ناکام فوتبال است. چی کردی؟ فوتبال کردی ناکام شدی؟ نه، فوتبال نکردیم، فوتبال دیدیم، سیل کردیم. این سیل کردن از این چی ارزش داره بر از این؟ لکن به خاطر از اینکه باز اون نفر قهرمان میته و باز میگه این فوتبالر که از 4 میلیون قیمت داره و 6 میلیون دلار فروخته شده، ال انسان چطور شد فلان شد. اگه این کار مسلمانا بکنه، اگه یک مسلمان بگه یک نفر ما مثلا این قدر فروخت، او شما انسان میفروشید، در حالی که این فوتبالر را کتا کتا فروخته میشه، سرش قیمت گذاشته میشه، غلام واره از این مملکت به اون مملکت فروخته میشه. و بسیاری وقتا انسان خوب اگر ما این کارا بکنیم باز این است که شما چقدر وحشت کردین. خودشان وحشتشان چی است؟ 2 نفر در سابق در روم قدیم که بود، 2 تا غلاما را منداختن، اردوشان وقتی که چی میبدن سرشان جریمه قتل می بود که باید یا کشته شون اعدام شون. بازی ها را میفتن خیلی شما به استادیوم مسابقه بتین، اگر تو را کشتی باز تو آزاد هستی. بازی ها تا سرحد مرگ می جنگیدن. یا که یک زندانی که سرش مثلا حکم قتل بود که باید کشته شود و اعدام شود، باز وجه میفت که تو پلنگ جنگ میپرتیم، اگر خوب خود قوی بساز، اگر پلنگ کشتی باز تو قوی هستی. آل فعلا با پیسه خوب یک آدم میبینی خوب چاق کٹا خوب اندام دارن، با $10,000 رو جمعه خود حیوان رو در بین قفس میبرته، زدن میخوره، پوز شام نیست، بینی شام نیست، قفس شام نیست، باز پسان می اینا بایرق افغانستان بالا بردم. چی بالا بردی؟ خود لط خورده از بین پنجره پیش روس و کفر و مسلمان کل شرماندی مور. از اینکه نمیرفتی که خوبتر بود. حداقل میگفتن از دروغ میگفت که افغان خوب غیرتی است. تو خودت هم غیرت هم کلش از این پس بردی. چی شده؟ این چی است؟ مصروف کردن استعمار در شهوت چی شد؟ در شهوت ساتیری و بازی های دروغی.